بچه حالتون چطوره؟ ایلیا شرویکس هستم. حتما این ویدیو رو لایک کنید و چنل هم سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم فعال کنید که زنگوله رو بذارید بی‌آل که مثلا هر وقت ویدیو باشم مثلا خبر داشتید. بچه من مثلا اکانت هم رو فیلم نشون بدم. اکانت من زیاد شنسا خاصی نداره. بریم اکانت هم لول 400 هم بچه 2 بار رنگ که بتل همون لژن کردم. دیگه خودتون همینجا ببینید دیگه همه چی دیگه دارید میبینید. و حالا بریم گلم 20 خورده گلد دارم که الان دارید خودتون میبینید در تصویر. پلاتینیوم ندارم، داموس ندارم چی، دایمون 6 دارم که خودتون میبینید الان. اینجا رو بذارید بهتون نشون بدم. مولتی ایناست، نگاه کنید. حالا ول کنیم بریم اکانت رو بهتون نشون بدم. من کلا 2 تا لژند دارم، یه متیک که همون رایگانه، 262 تا گان اپیک دارم. میبینید که خودتون یه تصویر اینم ملیک لژند واسه گردنه خالجینه. اینم افکتار رایگان برای کریت اپیک های مثلا بیشتری هاشون مثلا رایگان بتل پسه. حالا خودتون میبینید دیگه. اکانت هم اونقدر خوب نیست. حالا شما مثلا کامنت بذارید مثلا از 1 تا 10 مثلا به اکانت من چند میدید که کامنت ها مثلا از 1 تا 10 به اکانت من مثلا نمره بدین. اکانت رو دارید میبینید دیگه مثلا چیز خاصی نداره، بیشتر مثلا بتل پسان قدیمیه. بیشترشون مثلا بیشتر گانه اونا بیشتریشون رایگانه. نگاه کنید اسکینا مثلا اینا اسکین چند تایی که مثلا رایگان هم مثلا ناکردن اسکینا مثلا خوبی هم دارم. 3 تا اسکین گردونه دارم من. مثلا یه دونش این پورتو این اسمش یادم رفت. یه دونه ویوان حدیث اصلی سیاه دارم و یه دونه دیگه اسکین گردونه ها این آلیاس و یه دونه پایینتره که برای گردونه رم 7 متیکه. حالا ما سعی میکنیم ویدیوی بیشترم بذارم تو چنلم. اینم گردونه اینم اسکین گردونه رم 7 لژند. کلا 3 تا اسکین گردونه داخل اکانتم دارم. اینم تا آخره. و بچه لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و اگه مثلا ویدیوی بیشتری میخواید من براتون بذارم. حالا ما ویدیوی بیشتر هم میذاریم براتون. حالا میخواید مثلا برید اکانت منو مثلا ببینید. اینم از الان از داخل استیگه مدور میارم. این آیدی اکانت منه، میتونید برید مثلا بزنید داخل مثلا بریم درخواست بدید، میتونم مثلا باهاتون بازی کنم. حالا هر جای خودتون دوست دارید دیگه. مثلا تا ویدیو بعد خداحافظ.